بریم که با هم یه تابلو مخمل خوشگل درست کنیم. یه شابلون طرح فرش برداشتم، روشو کامل تکستچر گذاری کردم. یه دست زمینه رو رنگ مشکی زدم. بعد از اینکه رنگم خوش شد شروع کردم به زدن چسب ورق طلا. تمام قسمت هایی که قراره پودر مخمل روی کار بیاد رو چسب میزنیم و بهش زمان میدیم تا خودش رو بگیره و در نهایت نوبت به مخمل‌های خوشگلمونه که تو نور آفتاب فوق‌العاده میشه. تابلوهای مخمل نیاز به فیکس کردن دارن. نکات تکمیلی این کار رو برات توی کپشن نوشتم، حتما کپشن رو بخون. من رویام مجری تابلوهای دکوراتیو و مدرن. یه سر به پیجم بزن، مطمئنم که پشیمون نمیشی. من عشق است کار چشم تو خانه خرابی چشم